سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در یک شنبه بازار دستک. امروز یک شنبه 12 فروردین ماه و ساعت حدود 10:30 صبح. روستای ساحلی دستک جزئی از بخش گیاهشهر شهرستان آستانه اشرفیه. این روستا در 26 کیلومتری آستانه اشرفیه، 30 کیلومتری لاهیجان و 36 کیلومتری شهرستان لنگرود واقع شده. همه این روستا رو با بازار ماهی، پره‌های صیادی و کباب متری خوشمزدش میشناسن. قبلا ولاگ گردش کامل در بازار ماهی فروشان و برای صیادی رو در کانال قرار دادیم که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو قرار میدم. و امروز قصد داریم ولاگی از بازار هفتگی، یعنی یک شنبه بازار این روستا داشته باشیم. این بازار نسبتاً کوچیک و بخش عمده اون باز هم از بازار ماهی فروشان تشکیل شده. ماهی های صید شده در 4 پره فعال این شهر توسط واند به بازار منتقل میشه و بعد از جداسازی بر اساس نوع و سایز ماهی ها در فروشگاه اصلی هر پره به صورت چوب زدن یا همون مزایده کشف قیمت میشن. فروش ماهی در فرغون هم از جذابیت های جالب این بازار هستش و قیمت ماهی در این بازار به نسبت بازارهای شهرهای اطراف مثل رشت، انزلی مناسب تره. قبلا ولاگ گردش در جاهای دیدنی شهرستان آستانه اشرفیه، شهر لنگرود و بازارهای ماهی انزلی و رشت رو در کانال قرار دادیم که لینک مربوط به پلیلیست این شهرها رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو قرار میدم. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنید. در ضمن در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. بیا آقا 50 باشه.
Mayasını verir. Koşkunun önündedir ya. Daha oraya bir şişe. Airbus. Bigai mais
Kim o buna? Sıra 80, kim o buna? Sıra atacağım, sıra 80. برای شخص باید بگم رفتیم بگیری Ayak koyup ama.